با نام و یاد خدا. شوهرم پیر بود و راضیم نمی‌کرد. منم با پسر کر و لال همسایه سلام خوش اومدی. اسمم مهینه و 8 سالی میشه ازدواج کردم. یه دختر کلاس اول دارم و شوهرم یه 12 سالی از من بزرگتره. اما خیلی آدم خوبیه و شبانه روز کار میکنه که رفاه ما رو فراهم کنه. شوهرم کارمند اداره بازرگانیه و از وقتی با هم ازدواج کردیم خدایی هیچی برام کم نذاشته. یه خونه کوچیک داشتیم که توی یه محله قدیمی بود. شوهرم هم به خاطر اینکه ما راحت تر زندگی کنیم اون خونه رو فروخت و تصمیم گرفت یه مقداری کار کنه و به پول اضافه کنه و یه خونه بزرگتر یه جای بهتر بگیره. برای همینم بعد فروش خونه مجبور شدیم یه چند ماهی بریم اجاره نشینی. چون شوهرم مقداری که پس انداز کرده بود و گذاشته بود بانک که روش وام بگیره و بتونیم یه خونه بهتر بخریم. به همین خاطرم 1-2 کوچه پایینتر از خونه قدیمی خودمون که فروخته بودیم یه خونه موقت اجاره کردیم تا وقتی یه خونه بهتر میخریم. 2 ماهی از جابجاییمون گذشته بود و توی خونه اجاره‌ای جدید بودیم که یه روز که از خونه اومدم بیرون و میخواستم برم بازار، دقیقاً 2-3 خونه اونورتر خونمون یه پیرزن و یه پسر جوون و خوشتیپ دم در ایستاده بودن. راستش توی همون نگاه اول پسر بدجوری به دلم نشست. منم رفتم جلو و سلام و احوال پرسی کردم، اما پیرزن جوابمو داد و پسر فقط سرشو تکون داد. منم به پیرزن گفتم که تازه اینجا اسباب کشی کردی. اونم بهم گفت خبر داره، چون ما رو موقع اسباب کشی دیده. بالاخره بعد از مقداری صحبت کردم من خداحافظی کردم و رفتم بازار. خدایی پسر خیلی خوشتیپ و خوش هیکل بود. منم که جدیداً احساس می‌کردم همسرم نمیتونه منو راضی کنه و بعد دیدن اون پسر یه حس عجیبی داشتم. 2-3 روزی گذشت و راستش منم برای بازار رفتن از خونه بیرون اومدم، اما بیشتر دلم میخواست که دوباره اون پسر رو ببینم. اما تصادفی پیرزن رو توی کوچه دیدم که از نونوایی برمیگه. منم نزدیک رفتم و اونم بنده خدا کنارم وایساد و سلام و احوال پرسی کردم. منم برای اینکه سر صحبت رو باز کنم بهش گفتم چند روز پیش که شما رو دیدم بهتون سلام دادم، پسری که کنارتون بود پسرتونه؟ اونم گفت آره. گفتم فکر کنم از من خوشش نیومد یا دوست نداشت با من صحبت کنه، چون جواب سلاممو نداد و فقط سرش رو تکون داد. پیرزنم لبخندی زد و با یکم ناراحتی سرش رو پایین انداخت و بهم گفت نه اینجوری نیست. مراد کر و لاله، اما همه چیزو به خوبی متوجه میشه و چون اولین بارش بود که شما رو میدید، چون میدونست که نمیشناختینش فقط سرش رو تکون داد، وگرنه همسایه ها همه اونو میشناسن و پسر خیلی خوب و خونگرمیه. منم ازش عذرخواهی کردم و گفتم ببخشید نمیدونستم وگرنه نمیپرسیدم ازتون. اونم گفت مشکلی نیست و خداحافظی کرد و رفت. راستش برگشتم خونه و یه حس خیلی عجیبی داشتم. نمیدونم چرا ولی انگار نمیتونستم دوری اون پسر رو تحمل کنم. بعدشم با خودم فکر کردم، گفتم این کر و لاله. اگه من بهش نزدیک بشم نمیتونه به کسی چیزی بگه. خلاصه چند روزی گذشت و نمیتونستم تحمل کنم. یه روز صبح بعد اینکه شوهرم رفت سر کار، یه حیاط خونه از پشت در یه مدتی کشیک دادم و یواشکی توی کوچه رو نگاه می‌کردم. بعد 1-2 ساعتم یه دفعه دیدم که اون پسر از خونه بیرون اومد. با خودم گفتم چه خوب شد. انگار اوضاع داره برام رو به راه میشه. به محض اینکه اون پسر از خونه بیرون اومد، منم سریع در حیاط رو باز کردم و اومدم توی کوچه. اونم همینطوری که اینور اونور رو نگاه میکرد چشمش به من افتاد. سلام کردم و اونو صدا زدم که بیا. یعنی با دست اشاره کردم و اونو به طرف خودم صدا زدم. اونم با کمال تعجب دستشو گذاشت روی سینه‌ش و منظورش این بود که منم گفتم آره. سرمو تکون دادم و اونم به سمتم اومد. من رفتم داخل حیاط و اونم اومد دم در حیاطمون ایستاد. من اینور اونور رو نگاه کردم و دیدم کسی نیست. اونم تعجب کرده بود که چرا این حرکت رو انجام ما بی اختیار. انگار شوکه شده بود. حالا که کسی نبود فرصت خوبی بود آوردمش توی حیاط. بعدش هم من شروع کردم و اون اتفاق بینمون افتاد. انگار مراد خودشم راضی بود. راستش اون روز اینقدر بهم خوش گذشت که تو این چند سال اخیر من اینو تجربه نکرده بودم.
البته مرادم سن ازدواجش بود و با خودم فکر کردم حتما به خاطر این مشکلی که داره نمیتونه ازدواج کنه. اما خب این چیزا مهم نبود و من به خواستم رسیده بودم. بعدش هم با ایمو اشاره بهش فهموندم که دفعه‌های بعدم میاد. نمیدونستم که اشاره های منو فهمید یا نه، ولی میدونستم که متوجه شده. چون روزای بعدم همون ساعت هر وقت در حیاطو باز میکردم و یواش داخل کوچه رو نگاه میکردم، میدیدم مراد به یه بهونه‌ای دم در خونشون وایساده. اصلاً احساس عذاب وجدان نمیکردم. نزدیک 2 ماه از رابطه من و مراد گذشت و من و مراد هر دومون راضی بودیم. تا اینکه یه روز همسایه روبروی خونه ما زنش مریض بود و برده بودنش تهران که جراحی قلب انجام بده. یه دختر پسر کوچیکم داشت. به همین خاطر یکی از فامیلاشون که یه زن میان سال بود اومده بود خونه مراقب بچه‌ها باشه تا وقتی که مامان باباشون برمیگردن. همه چیز برای من و مراد عالی بود. تا اینکه بعد اومدن اون زن یه روز صبح که طبق معمول همیشه در حیاطو باز کردم، دیدم اون زن دم در خونه نشسته و داره بافتنی میبافه. منم سلام کردم و درو بستم. با خودم گفتم چه شانس بدی، این دیگه از کجا در اومد. حالا صبر میکنم یه کمی دیگه میره داخل. بعد نیم ساعت سر و صدای پیرزن دیگه هم اومد. بعدش هم لباسامو پوشیدم و به بهونه رفتن به بازار و خریدن سبزی از خونه بیرون رفتم. با کمال تعجب دیدم که کنار اون زن 2 تا پیرزن از همسایه‌های ما هم نشسته بودن و یکیشون مامان مراد بود. رفتم بازار و یه مقدار سبزی خریدم و بعد 1-2 ساعت برگشتم. اما اونا هنوز اونجا بودن. برگشتم خونه و حالم گرفته شده بود. چون امروز نمیتونستم مرادو ببینم. آخه فقط ساعتایی که بچه‌م مدرسه بود میتونستم با مراد باشم. ساعت 2:30 بعد از ظهر، بعضی وقتا هم ساعت 3 دیگه شوهرم میومد خونه. انگار اون زن یه دیوار بزرگ شده بود بین رابطه من و مراد. چند روز گذشت و اوضاع همین جوری بود. بچه‌م هم یه هفته شیفت صبح بود، یه هفته شیفت دیگه. برنامه ریزیم برای بودن با مراد کلاً به هم ریخته بود. تا اینکه بعد نزدیک 2 هفته یه روز صبح که در حیاطو باز کردم، دیدم اون زن دم در خونه ننشست. آخه بیشتر وقتا سری کاراشو میکرد و مینشست توی کوچه دم در. برای همین من میترسیدم که میگفتم ساعتایی که نیست مراد بیاد و اون وقتی که بیاد بشینه دم در، ممکنه مراد نتونه از خونه بره بیرون و همسرم بیاد و برام دردسر بشه. فقط دنبال زمان مناسب بودم. و اون روزم اون زن نبود. مرادم متوجه اوضاع شده بود. مراد طبق معمول هر صبح از خونه بیرون می اومد. مخصوصاً از وقتی که رابطه من و اون شروع شده بود، چون مرتب منتظر بود که من صداش بزنم. کسی نبود و منم به مراد اشاره کردم و مراد سریع اومد. رفتیم داخل و حسابی با هم خوش گذروندیم. راستش خیلی دلم برای مراد تنگ شده بود، چون چند وقتی بود نمیتونستم ببینمش. بعد اینکه کارمون تموم شد، مراد خواست از خونه بره بیرون که سر و صدایی توی کوچه می اومد. منم آروم در رو باز کردم و دیدم اون زن بیرون نشست. اتفاقاً داشت با تلفن صحبت میکرد. ساعت نزدیک 11 بود. نمیدونستم اون کی میره خونه. منم زیاد نمیتونستم مراد توی خونه نگه دارم چون بچم از مدرسه میومد. یه 20 دقیقه صبر کردیم و خبری نشد و اون هنوز بیرون بود. جوری به مراد فهموندم که مثلا طناب رختا پاره شده و منم مجبور شدم صداش کنم که طنابو برام ببنده. دری که باز کردم با کمال تعجب دیدم اون زن نیست و مرادم سری رفت و منم سری درو بستم. فردای روز بعد همسرم از سر کار اومد و یکم با همیشه فرق داره. منم گفتم شاید خسته است و دلیلشو ازش پرسید. اما اون چیزی نگفت و بعد از خوردن غذا وقتی براش چای ریختم بهم گفت که فاطمه خانم منظورش مامان مراد بود. توی کوچه جلوشو گرفته و بهش گفته که من 1-2 روز پیش مراد صدا کردم خونه که تو بستن طناب رخت بهم کمک کنه. فاطمه خانمم بهم گفته اینجا محله کوچیکیه و برامون حرف در میاره. اگه خانم کاری براش پیش میاد و دست تنهاست بیاد به من بگه، من خودم مراد میارم کمک. آخه تنها اومدن مراد خونه شما کار درستی نیست. راستش رنگم پریده بود. زبونم بند اومده بود و به زور خودم رو جمع و جور کردم و به بهونه جمع کردن سینی چای بهش گفتم طناب رخت پاره شده بود. لباسا رو باید روی طناب پهن می‌کردم.
تصادفی مراد بیرون دیدم و صداش کردم که بهم کمک کنه. معلوم بود که همسرم خیلی ناراحت بود و نمیدونستم که شک کرده بود یا نه. اما خب چیزی بهم نگفت و فقط گفت هر وقت کاری داشتی کسی رو صدا نزن، وایسا من خودم از سر کار میام کارا رو انجام میدم. منم گفتم باشه و دیگه چیزی نگفتم. رفتم توی آشپزخونه و با ظرف خودم رو سرگرم کردم. از ترس قلبم اومده بود توی دهنم. از اون روزم دیگه کلا دور مراد و خط کشیدم چون واقعا میترسیدم که زندگیم خراب بشه. بعد گذشت 1 ماه همسرم یه خونه جدید خریده بود و اسباب کشی کردیم و رفتیم خونه جدیدمون. و دیگه اصلاً با مراد روبرو نشدم. هوس چشم و گوش آدمو کور میکنه و آدمو کر و لال میکنه. من شانس آوردم و از این قضیه قصر در رفتم. اما این ماجراها برای بیشتر آدما دردسرای بزرگی میشه و زندگیشونو از هم میپاشه. دوستان و همراهان گرامی، سپاس از نگاه قشنگتون. اگه از داستان ما خوشتون اومده لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و از ما حمایت کنید و نظر و پیشنهادهای قشنگتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. روز و روزگار بر شما خوشبخت و اقبالتون بلند و شما رو به دستان مهربان خداوند بزرگ می سپارم.